بولانی دانه 10 روپیه در شهر مزار شریف و یک گلاس دوغ هم 10 افغانی. نوش جان لالا که بولانی و دوغ یک جای میخوریم. میمان هاست، اینا میمان هراتی هستند. سلام هموطنان عزیزم، در هر جایی که هستین خوب و صحتمند و سر حال باشین. ما از شهر مزار شریف برای شما ویدیو میسازیم. اگر تا به حال یوتیوب چینل ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین، لایک بکنین و در ویدیوی بعدی برای ما ببینید که از شما از کجا برای شما ویدیو آماده کنیم. حتما کامنت بگذارین و ویدیو رو حتما لایک بزنین. خب در شهر مزار شریف هم یکی از نقاط مزدحم شهر مزار شریف است. قسمت غربی شهر مزار شریف است. اینجا بسیار ازدحام است، گیروبار است. مردم به خاطر خرید لوازم خانه، لوازم برقی، بود، ساعت اینجا میان و اینجا خریداری میکنند. این مردم که از اطراف شهر مزار شریف و اینجا میان و لوازمی که ضرورت دارند خریداری میکنند. ساعت های انواع مختلف ساعت هاست در این دکان ها. این هم پیمان آیس کریم که دانه 10 روپیه است، 20 روپیه است. این روزانه پرسان کم از گفت 200 افغانی کار میکنم. شما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنید. ما برنامه های جدید هم داریم، برنامه های خوب برای شما انشالله آماده میکنیم. این قسمت غرب روضه مبارک است. اینجا بود فروخته میشه، چبلی فروخته میشه، زنانه، مردانه، طفلانه. شما میتونید که لوازم از این منطقه شهر مزار شریف به دست بیارین و استفاده کنین. خب بسیار گیروبار است، پیش میریم. هوای کمی طوفانی است، شمال است، اما ما به ویدیو خود ادامه میدیم. ویدیو رو برای شما آماده میکنیم. پیش که بریم مندوی شهر مزار شریف است و روبرو هم معلوم میشه قسمت زیرزمینی های شهر مزار شریف است که از این نقاط هم ما برای شما ویدیو خواهیم گرفت. زیرزمینی های شهر مزار شریف بسیار مقبول و خوب دیزاین و طراحی شده است، بسیار زیبا طراحی شده است. حتما از این نقاط زیرزمینی شهر مزار شریف برای شما ویدیو خواهیم داشت. سپاسگزارم از همه شما که بیننده ویدیوهای ما هستین. ویدیوی ما را لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، چنل یوتیوب ما را سابسکرایب میکنین، لایک میزنین. از همه شما سپاسگزاری میکنم. اینجا شما میتونید که انواع بود و چبلی را به دست بیارین و خریداری کنین. این فامیل از هرات است، از هرات باستان اینجا مهمان آمدند. روبرو لباس فروشی است. لباس های مردانه، اطفال، بچگانه به فروش میرسد. اینجا گفتم که زیرزمینی است. زیرزمینی حتما برای شما ما ویدیو آماده خواهیم کرد. این کاکا وضعیت خراب است، خود احتیاط کنیم ما باید. بله این نقطه مندوی شهر مزار شریف بسیار پر ازدحام و گیروبار است. از شما میتونید که انواع میوه‌جات، ترکاری، سبزیجات به دست بیارید. از همه شما سپاسگزاری میکنیم که بیننده ویدیوهای ما هستین. تا ویدیوی بعد که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند نگهدار همه تان. حتما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین. تا ویدیوی بعد خداوند نگهدار همه تان. زنده باد.